Assalomu alaykum Ali. Va alaykum barsalom. Ustoz sozing tinchmi? Meshiraman. Nom va familiya? Ha? Nom va familiya? Ustozjon tag'in salom o'tguf. Tag'in sozing tinchmi? Rahmat. Rahmat. Qo'y. Bisor Malijon. Qo'y do'lam hamujuda. Hamujuda tag'in. Tag'in hamujuda salom o'tguf. Salom ku? Ha. Xo'sh. Ona mushkil. Mana. Ijra hamma javobi ama savoلی که میتونم همه سوال که دادم جواب دادن میگیری با تو میگیری میری فهمو با همون گفتگی من میگی توایده مایدش میخوام تیار شو اولین مراتبه کدام دولت به حکومت سویتی اچکنانه زده در آمد گرمانیا آفرین الان همین با رهبری کی بود با رهبری کی بود با رهبری گیتلر آفرین الان همون وقت تنها با واسطه چی حرکت میکردن با واسطه سلرکا آفرین همین تاجیکستان عزیز ما پلان پخت سپاری هر سال چقدر اجرا میکنه 100%. آفرین پای رحمت من جواب سلام علیکم انت همون گفتگی را حل کن مای نگیم شد مرحمت خب نام و فامیلیا نام و فامیلیا گیتلر تو باید فهمم از کجا اومدی گرمانیا تو سهر کردی با فکرم یگان چی نوشیدگی سلرکا تو دیوانه ای 100% مالی فهمیدم بیسو و ایشوک میتاویو ایستر بیا انکو سوالو دا جواب دادن تیار شو اولین زنه که فرنجی رو اثر پرتاف کی بود؟ گیتلر ناحیه کلانترین تاجیکستان کجاست؟ گرمانیا زندگی مردم آدمی طالب میشه که چی خیر است؟ 100% همه مردم بیچاره چی میفهمی 100%؟ کرسی سلرکا تو دیوانه بودی کو؟ ایستر دو نگری حافظ شیرازی کی بود؟ عمر خیام کی بود؟ فیردوسی کی بود؟ مالی جای خبیسان نزنه جمشد نشناسی کلام داشتی؟ خیلی نیجا نشناسی نه عبدالرحیم نشناسی من نمیدونم کی باید همین جورای من نمیشناسی من این جورای تن اکجا میدونم کیا دیوانی هات بود هی مایه دیوانی هات بود هی جمعیه Talki zeloni. معلومه پوست شرط بری. چی هم جیره؟ بابی. پشلوان. سلام علیکم بابی. چی میفهمم برام؟ چی گفت؟ خودت معلمی؟ ایره معلم شدی بگاه. داری که درس گذاشتی طلبه در پشتی مکتب گشته؟ آخه و در رو جواب داد امتحانشو 5 گرفت دوید رفت بیرون همون 5 گرفت؟ همون 5 گرفت همون 5 گرفت؟ نه 5 گرفت اینه همین 5 گرفت؟ 5 گرفت؟ 5 گرفت بابا 50,000 این چه خیلی خونده نایی او 5 گرفت گفته من در پشتی مکتب میگردم این شبی این شبی نه خیلی از تو کرده داشتی شما ای با بیتون اربان نمیگیره ای با بیتون شما یکان چی سازی با بیتون رفتار کنه من با بیتون اشتراکی جنگی بزرگی وطنی این روز با بیتون این دوره قصد با بیتون این دوره با بیت این دوره چه بابی توقعی دارم آینده ختم سالدت میشی بچم ایدی ختم هست تام سالدت میشی ایدی تام هست اکو ایدی تام هست ایدی
نه اکو ما خیلی مقطع میخوندیم اکو در دورهایی که ما این یکمون پرچم بوده آخه جنگ بزرگی وطنی بود ما در دورهای اکافایی به دست و پنجه خما کندگی شیشته همیخه قلم و کاغذ در دست بود درس میخوندیم به بالای سرمون جنگ تیر میگذاشت پای پروا داشتیم که تیر در کجای ما میرسد اما این مقصد که ما باید علم یاد بگیریم دانش یاد بگیریم فهمیده چه؟ یک تیری اوخلی تیری چی میگفتن تیری تانکا اینه بیتید گفتم میمد در تش پامون میزد با ما یک شتی دیگه میزده میره حسن پاک مکفی اینا همه خیلی زمانات ما خوندیم آخه یک خیلی خوندیم که ما باور کن هم بچه های علاچی بدیم هم علاچی بدیم و با هم نگاه که ما چه جنگا کردگی اونجورا همین سلطتای گزنه شدگی بدیم که فشیست در خاکی وطن درام ده همین تحریبات کردگیم همین یک بار کمد همین یک بابی جان شما یک بار فاشیست ای پیش دیدگی فاشیست چا کرده؟ ای پیش دیدگی فاشیست او فاشیست خواهر یا چیز در چشم نشان بتیا ای پیش دیدگی اطلا بابی جان ای دور یکم پراندگی هسته کشتگی هسته یکم فاشیست وای فاشیست دا چنچی قیمه پرانی میکشی و چخه شما جنگ میگی اشتراکی جنگ بابیتون عبرت بگیره میگی ما چخه عبرت بگیره میگم فاشیست اقلا نکشتی تو بکنه بچه ما هم خیلی جنگ کردگیم که همین در دورای جنگ بزرگی وطنی بچم هم خیلی گزیل رفتم همین تا فاشیستا غم دادم آخی بچم بسیار غم دادم همین یک بار همین یک جای خونی کلان دادم یک بار 20 تا فاشیستا دیدم 20 تا فاشیستا دیدم همین 20 تا فاشیستا اختراق موندم همین ایالا و پاشونو بریدم میرم تا حضور قهرم پس نمیشد اوزا ایالا دست پاشونو بریدم میام قهرم پس نمیشد بابی جان او همون تو پاشونو بریدن تو دستاشونو بریدن ریسک کلاشونو نبریدی اخی کلاشونو ریسک نبریدی هم کردم این پس با وقتی مبارو قفیدم باید کلم نداشتم شیخ پویا میگم که بیام با مال بابی جان خود جنگ کردگی نبده ولی بیست اکا ولی بیست کو مثال اینا درباره وطن و وطن دوستی و وطن داری من شما یکون سخنی میدن یکون شعر میدن یکون شعر درباره وطن ها یکون شعر راستی گفت دیدی نمیدونم یکون چی نمیدونی تو بکنی نمیدونم بطه میکروفونی درباره وطن یکون شعر گوزم بابا جان میتر چه خوب گوزم من شما کنیم نمیدونم کو درباره وطن یکون شعر گوزم آخه ما مالین تاریخ ما هل مصفه همین حاضر بگو پکم میگفتی کی میگفتی با تیتا با پکم بگو می آخه ما معلم تاریخ ما خمه ادبیات شناس نیستو که شعر بگو موقع تو بگره شعر ای بابیتون یاد بگیره چه؟ یا شعری نو نوشتگیم سال 2019 خب گوش کنه درباره قهرمانی بچه من ترکیستی جوانم ایدی حربی میدانم ای دشمنو بدانید اولاد قهرمانم گر تنکی من بجنبد میشود کاراتان بعد از تنک توپی تیرم هیچ یک دشمن نماند تو معلومی چی هم گفتی؟ ما تاریخ میدونم شاگردم شعرت بیاد زن شعر و خیلی همین حالی بگو می تو بچه کی میشی؟ نویری کی میشی؟ تو نویری کی میشی؟ نویری مامی ترسوندی تو
ترسندی بخوام نمیدی ترسندی میشم خب ترسندی خاطری ترسندی اینو باشم آمای ترسندی ترسندی آمای ترسندی اینو آمای ترسندی اینو دریا پرتاختی میشی ما درسی ماتیماتیک رو منویشتم نگه ایرانی ترسندی همیشه رو از یاد نگفتم نگه ایرانی ترسندی من تیشه مامی تو چی نام دارم؟ مامی من؟ گرسندی گرسندی شد صدقی نامی همون مامی شدی کلان شدی چی میشی تو؟ ما کلان شدم اوچیته میشم اوچیته؟ مالی الان معلمی آینده رو نگاه کنه لباس پوشی هاشم یه علی ژورنال های خاندت حالی مود دای کو بقبی کن علمی قلم کاغذی معلم کو یکی معلم شیدن تا نشون تا چخل معلم شی اینو ما مثال اکا گویا که طلبه تو کو ما ببینم معلم های آینده چخلی معلمان که معلمی تا نشون تا ما مالی تو معلم جان ما طلبه تو چی درس میتی ما چی یاد میتی کو یک شعر درباره وطن بگو کی خودت درباره وطن شعر بگو شعر بده درباره وطن بس کنه درباره وطن شعر بگو با بیل بشمه خودت گفتی معلم شکو یه صدقی نامی معلمی شوه تا کلان شوی چی میشی من کلان شوم او چی دیلیم میشم معلمی وای معلمی آقای بگینه باش معلمی تو نشون ته کی میشه؟ هم معلم معلمی کی؟ معلمی تاریخ چی تاریخ داری؟ اوزونه بابی اوزون معلمی کی؟ معلمی تاریخ وای معلمی تاریخ بشوه چی میدارم خودت بزن کی معلم؟ تو کلان شوی چی میشی ما کلام شدگیم کلان شدگی بده آخه شما همین تو بچه‌های خوشروی بزنید نخود درباره وطن آخه یکو جوانا دوست داری وطن یکو شعر ندانه آخه من میدونم برای ارتش ملی شعر میدونم برای وطن شعر میدونم برای همین جوانایی که از خدمت تنفر میگیرن برای آنها شعر میدونم بخون بچه‌م ایدی ارتش ملی مبارک باشد برای خدمت جورا جان خدمت مادر وطن قرض مردم هر آن که از خدمت مادر ادا کرد روباه باشد چو شعر آید به میدان برای خدمت جورا جان خدمت مادر وطن قرض مردم تو در کوچه و بازار مشت و زوری دیگرانی شب و روز از قفای دخترانی گویند ابله با آمد مثل زرگوش گریزانی مگر این است آیین جوانی برای خدمت جورا جان خدمت مادر وطن قرض مردان یه خرسک بزنه برای مردان شجاعی دله الکو نبرکای موبینش حالی از خدمت کمی سنجیم شما میتونست باشه یا نه میدانچی حربی میریم میگه ای همین که قدم زده میریم بچه الکو ونی منیه نپراو نلیو کروگم نمیست شگومش طرف ما رفته شنگ آماش ایسه کی باشه نلیو طرفی به میدانچه استوید نلیهو عليكم اوزو عليكم زكي وين مادر وطن مادر